چرخه با ما تمامی بود، چون ما هم لورم هم نه زمین زرایی کسیوم. این چرخه با من تموم میشه. من هرگز اجازه نمیدم که ذهن فرزندانم و نسل‌های بعدش به خرافاتی از شهری که از یک قوم وحشی اومده آلوده بشه. من هرگز چنین ایدئولوژی سمی رو که 1400 سال پیش با حمله به خاک وطنم و تجاوز به هموطنانم به زور شمشیر حکم شده انتقال پیدا کنه و از همین نقطه چرخه خشونت دین اسلام رو پایان میبخشم. 1400 سال خالی و خفت برای ما ایرانی‌ها کافیه. و من به عنوان یک ایرانی امروز میگم این چرخه با من تموم میشه. اگر برای شما هم تموم شده در کامنت ها بنویسید، در ریپوست بنویسید و این ویدیو رو برای دوستان خودتون بفرستید تا همگانی بشه. ریچارد نلسون فرای، شرقشناس برجسته آمریکایی، در کتاب میراث پارسی میگه فرایند مسلمان شدن ایرانی‌ها یک روند تدریجی و چند صد ساله بود، نه یک رویداد ناگهانی. اون تاکید میکنه که مسلمان شدن ایرانی‌ها نه با زور شمشیر و اجبار، بلکه از طریق جذابیت اسلام صورت گرفت و بین 200 تا 300 سال طول کشید تا ایرانی‌ها مسلمان شدند. و توماس آرنولد، مستشرق بریتانیایی، در کتاب تاریخ گسترش اسلام میگه مسلمان شدن ایرانی‌ها داوطلبانه و تدریجی بود، نه با اجبار یا زور شمشیر. اگه قرار بود مردم ایران با زور شمشیر دینشون رو عوض کنن، باید در زمان حمله مغول‌ها به ایران و تشکیل حکومت ایلخانی، ایرانی‌ها به دین مغول‌ها که بودایی بودن در می اومدن. اما نه تنها ایرانیان بودایی نشدن، بلکه مغول‌ها تحت تاثیر اسلام قرار گرفتن و در زمان قازانخان یکی از شاهان مغول اسلام به عنوان دین رسمی مغول‌ها اعلام شد. و اگه اسلام زنجیر خفت و خاری به پای ایران و ایرانی بسته، پس چطور ایران بعد از اسلام دانشمندان مسلمانی مثل ابن سینا پرورش داد که با قوانینش پزشکی دنیا را متحول کرد؟ ابوریحان بیرونی شاه زمین را دقیق‌تر از هر غربی محاسبه کرد. مولانا با مثنوی عشق الهی را جهانی کرد و هزاران شخصیت برجسته و نوابغی که همه اونها ثمره درخت تنومند اسلام بودند. دکتر انری کلایسن، متخصص چشم پزشکی و سلول‌های بنیادی، با بیش از 100 مقاله علمی در مارس 2024 مسلمان شد. دکتر آتسوشی کامال اوکادا، بیولوژیست و کیهانشناس ژاپنی، با تحقیق و مطالعه قرآن به خاطر اشاره دقیق و علمی آیه 53 سوره فصلت در مورد خلقت جهان در سال 2025 مسلمان شد. دکتر مک براید، متخصص نوروساینس و نورولوژی و پژوهشگر ارشد مؤسسه نوروساینس آمریکا، پس از همخوانی آیات قرآن مثل آیه 16 سوره علق با تحقیقات مغز انسان در سال 2024 مسلمان شد. ببینید چه افرادی از اسلام خارج میشن و چه افرادی وارد اسلام میشن. قضاوت با شما.